آقای قاضی به پیغمبر من کنار ماشین خودم وایساده بودم، اصلا من کاری با اینا نداشتم. من اصلا شوهر این خانومو با رفیقاش نمیشناختم، یه دفعه دیدن سر من شروع کردن کتک زدن، من اصلا شوک شده بودم. وسطاش فهمیدم قضیه ناموسیه، گفتم حالا مرد غیرتی شده، تحمل کردم، چی نگفتم، هی کتکم زدن، هی زدن، چی نگفتم. آقای قاضی خدا شاهده به قصد کش داشتم من نمیزدن، بازم چی نگفتم، تا جایی که فوش مادر داد دیگه نفهمیدم چی شد. آقای قاضی ابوالفضل حیرون بودم، حالم دست خودم نبود. احمد آقا تو منو میشناسی، یه عمر تو من همه دست به سینه من با میستادن، منم میرفتم خونه دست به سینه پروانه با میستادم، نوکریشو میکردم، من چند در از گل بهش نگفتم. من نمیخوام ازت رضایت بگیرم، مولایی رضایت نده، یعنی همین فردا صبح تو منو آویزونم کنی راحت میشم. من نمیتونستم ببینم یه شهر نقطه زده منو دیگه، نمیتونستم.